کلا سرعت پایین اومدن وزنم خیلی سخته. اما الان 52 کیلو و 700م و یه چیز خیلی جالبی که هستش، هر کسی منو میبینه میگه صورتت خیلی تغییر نکرده و شاید من تو سال 82 83 این وزن رو داشتم و هیچ وقت باورم نمیشه و حتی به همسرم میگم که تو تا حالا تو عمرت منو تو این وزن ندیدی. یعنی من شاید روزی که ازدواج کردم 59 کیلو بودم و همش هم گفتم همون 59 کیلو باشم کفایت میکنه. بی نهایت سپاسگزارم از همه عزیزانی که حالا این لایو رو میبینن. خیلی حواستون به وزن نباشه، یه نفر 10 کیلو کم کرد، یه نفر نه. متابولیسم واقعا فرق داره، هورمون‌های زنانه خب خیلی تاثیرگذاره، ولی چیزی که مهم بودش اینه که من زنده‌ام، 60 روز برنج نخوردم و هیچ هوسی ندارم، در حالی که همش تو مهمونی هستم.